جنابی کمال. این چیست؟ این چه شرمندگی است؟ خودی دخالت نکن. تو چه خیلی این رو امضا کنوندی؟ داد نزن، آرام شو. قادر بعدتر صحبت میکنی. دمت رو گیر. بعدی نکاح گپ میزدی. این رو به من ده. این چیست؟ این رو از کجا یافتی؟ این رو از کجا یافتی؟ تو فکر میکنی که این رو من امضا کنوندم؟ باری اول است که این کاغذ رو میبینم. باز به چشمانم نگاه کرده دروغ میگی. چی شد؟ پولت رو از ما پنهان میکنی؟ دردی تو شرکت است. از تو پرسیدم وقتی که در رده نبودیم، پرسیدم که در حقیقت مادرم رو دوست میداری یا نه. دوست داری تو همین است، همین پاره کاغذ است. نیست گفتن، فکر کرده گفتن. شما چه خیلی به این کاغذ امضا گذاشتید مادر؟ به مادر داد نزن. بس. این چیست نیلگون؟ این چیست؟ کی امضای تو را گرفت؟ کی امضای تو را گرفت؟ مادرم یا سوزن؟ چه اهمیت دارد؟ چه اهمیت دارد؟ این تنها یک کاغذ است و بس. این برای من پاره کاغذ نیست. تو زنی من میشوی، کسی حق ندارد امضای همسری مرا گیرد. مادرم یا سوزن؟ کی امضا کنان؟ بگو. مادرت. مادرم. یزنه است. حالا وقتی این نیست. مأمور نکاح انتظار است. اول نکاح را کنید، بعد همراه صحبت میکنیم. فاضل راست میگوید. اول از نکاح گذاریم، بعد صحبت میکنیم. نیلگون، بیا از نکاح گذاریم. نیلگون، رفتیم. نیلگون، با این احوالمون نگر. ما همین طور اویلا می شویم. از روزی که به استانبول آمدیم، هر روز یک حادثه، هر روز جنگ. برابری اویلا دار شدن همش خوب می شود گفته بودیم. مادر، من فکر کردم که جنابی کمال امضا کننده است. مرا ببخشید. التماس دوام دهید. التماس. بین، پسرت تو رو پدر گفتن هم میتواند. هر لحظه عصبی می شود. ما همین طور اویلا دار می شویم. اگر شما پدر و پسر شده نتوانید، قادر با مرچ خلف اکا و دودر می شود. در یک شهر زندگی می کنند، به یک دیگر قصد دارند. قادر که در چنین روز خود را اداره کرده نتوانست، بعداً چی طور اداره می کند؟ دیگر من غضب تو رو پس کرده نمی توانم. من در حقیقت این طور اویلا و اویلا دار شوی رو آرزو نکردم. نیلگون، نیلگونیستو. نیلگون، همین قدر آسان است؟ برآوردن این انگشتری این قدر آسان است؟ بعد از این قدر سال به این روز رسیدیم. صبر کن. این کارو نکن نیلگون.
مادر بهترین روزی مادرم رو رسوا کردی. بی‌عقل مادر شما قادی رو نمیدونید. یکی آتشین میشود و بعد آروم میشود. مادر شما با پدرم این لحظه ها رو یک عمر انتظار شدید. این برای شما خوب نیست. خوب نیست. در حقیقت این خوب نیست. این شرکت با واسطه اویلای من به این روزها اومده رسید. برای دزدیدن آینده فرزندانم اجازت نمیدیم. تا حال نگفتی که از من چی میخواهی؟ تو مرا خطا فهمیده ای تمیر. من از تو یگون چیز نمیخواهم. برای از کمال قصد گرفتن به تو فرصت داده ایستادم. خیر این چه خیل میشود؟ من و تو در یک جایگی شرکت رو از دست کمال میگیریم. این چنین از شرکتی که یک زمان کمال تو رو از آنجا پیش کرده بود حصه دار خواهی شد.